بامداد جمعه 18 اردیبهشت 1405 کمپ جهژنیکان در نزدیکی اربیل که محل سکونت خانواده‌های اعضای حزب دموکرات کردستان ایران است، بار دیگر هدف حمله موشکی رژیم ایران قرار گرفت. این کمپ که یک منطقه مسکونی و غیر نظامی در اقلیم کردستان به شمار می رود، از آغاز درگیری‌ها در منطقه چندین بار هدف حملات قرار گرفته است. همزمان روز گذشته نیز مناطقی در ارتفاعات بالیسان به بهانه حضور نیروهای پیشمرگی هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها از زمان آغاز تنش‌ها، ده‌ها حمله موشکی و پهپادی به کمپ‌ها، مراکز درمانی و مدارس مرتبط با این حزب در خاک اقلیم انجام شده است. جمهوری اسلامی امارات و اقلیم کردستان را دشمن تعریف می‌کند. در ادامه سیاست‌ها و مداخلات تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ایران، آشکارا امارات را تهدید به حمله نظامی کرد و آن را موضع دشمن توصیف کرد. این مقام رسمی آشکارا اعتراف کرده است که تهران همان سیاست سرکوبگرانه و مخرب را در قبال اقلیم کردستان برای امارات نیز دنبال می‌کند. خضریان با همان ذهنیت شبه نظامی هشدار داد که معادله امنیتی رژیم با اقلیم کردستان شامل امارات نیز می شود. این بیانیه ثابت می کند که جمهوری اسلامی هیچ احترامی به حاکمیت سرزمین‌های همسایه و قوانین بین المللی قائل نیست. رژیم تهران اربیل و ابوظبی را دشمن و مواضع دشمن می نامد، در حالی که خود عامل اصلی بی‌ثباتی و صدور تروریسم و بی‌ثباتی به کل منطقه است. ناظران سیاسی معتقدند تداوم این حملات علیه نقاط غیر نظامی و پناهجویان در اقلیم کردستان می‌تواند نشان دهنده بنبست نظامی رژیم در جبهه‌های دیگر و تلاش برای اعمال فشار بر نیروهای سیاسی کردستان ایران از طریق هدف قرار دادن غیر نظامیان باشد. رژیمی که توان پاسخگویی مستقیم به دشمنانش را ندارد، بار دیگر خشم و شکست خود را بر سر زنان، کودکان و خانواده‌های کرد خالی می‌کند. آنها می‌خواهند انتقام تحقیر و هلاکت فرماندهان تروریست خود را از مردم بی‌دفاع کردستان بگیرند، از کودکانی که هیچ سلاحی جز حق زندگی ندارند. حمله به محل زندگی خانواده‌ها نه نشانه قدرت، بلکه اعترافی آشکار به درماندگی و ترس رژیمی است که بقای خود را در کشتار و ایجاد وحشت می‌بیند. یک فعال سوسیال میدیایی در صفحه فیسبوک خود نوشت: حالا می‌توانم بگویم که تمام دنیا از تروریسم رژیم ایران حمایت می‌کند. هیچ کس در دنیا نمی‌تواند بگوید از کردهای بیچاره ساکن شرق عراق چه می‌خواهید. ایشان در آخر به عصبانیت و فحش و دشنام پناه می‌برد.